اولا که ناظر آخرتش آباد روحش شاد بود. دیگم که همین منظره خیلی گواهی میده که اثر شوکی است. این قدر آدمای بزرگ، دانشمندان بزرگ، اهل علم و فرهنگ مملکت، اهل ادب اومده است که این خیمر زندگی است. حیفا که در این بادیه عمر نورد هر روز فراق دوستی باید دید، هر لحظه ویدای همه می باید کرد. صد دره